ما به ادامه بحث و گفتگوهایی که کردیم، یکی از چیزایی که همیشه دوستا سوال داشت و باقی مانده بود بحث حافظه بود. و وقتی ما سمینارهای حافظه می داشته باشیم، به اشتراک کننده اول من میگم که من میخوایم با این سمینار عمر شما رو طولانی بسازم. همگی ایران میمونن که استاد چی میگه. من برشان میگم که اگر من مثلا بر شما روشای یاد بدم که به جای 2 ساعت درگیری با درس در نیم ساعتی کار بکنین، 1.5 ساعت در عمر شما اضافه کردم در این کار. یا مثلا یک موضوعی که فراموش شما میشد نیاز به تکرار دارین، حالی من روشای بر شما یاد میتونم که فراموشتان نشه. خود در حقیقت ما این کار کردیم. بنان بحث امروز ما بحث حافظه است و شما میفهمین که خداوند متعال بر ما در قرآن کریم گفته که ما شما را از شکم مادرانتان خارج نمودیم در حالی که چی نمیدانستین، اما برای شما گوش و چشم و عقل قرار دادیم تا شکر نعمت‌ها را بجا بیارین. این حالی وقتی شکر نعمت‌ها، یکی از شکرها سر اعضای بدن است که بر ما داده شده، امکاناتی که داده شده. تنها از 2-3 موضوع از گوش و چشم و عقل یادآوری شد، ولی در مجموع کل بدن دیگه مورد بحث است. یعنی بدن ما سر ما شکرگزاری حق داره. به می خاطر حتی ما بعضی ماینه خانم دست خود بریده، ما برش میگیم که جسم سر تو حق داره. من ایسی یک انسان مسلمان تو نباید تو کار بکنی و حتی تو باید شکر بکشی، شکر به این دست پای سر چشمی که موجود است. یکی از چیزا که شکرگزاری کار داره حافظه است. شما میفهمین حافظه تفاوت عمده بین انسان و حیوان است. اگر حافظه نمی بود انسان به هیچ عنوان پیشرفت نمیتونست. پیشرفتایی که امروز است از برکت حافظه است. شما دقت کنین، حافظه بوده که نفر اول مثلا یک گام برداشته و ایره بر اولادای خود مثلا گفته که اینی کارت میشه. اینا در ذهن ای اولادا بوده، دوباره او تجربه را اثر نمیره که تجربه کنه. او را قبل از قبل خبر داره. اینا یک گام دومی را برمیداره. این گام دومی هم حافظه ثبت میشه. گام سومی، چهارمی، پنجمی یک مجموعی میشه که دنیا به این اندازه امروز پیشرفت کرده. ولی اگه حافظه نمی بود چی میشد؟ اولی یک تجربه را انجام داده، این بعدیگاه میگفت که این تجربه اینی کار به دست میاره. مثلا شما 2 سنگه بزنین آتش تولید میکنه، این پس فراموششون شود. خب اینا باز محکوم به تکرار هم است. اگه حافظه نمی بود محکوم به تکرار بودیم. یا حداقل یک مقدار از این یکی از فیلم‌های هندی به تمثیل کشیدن که حافظه‌اش بر 15 دقیقه کار میکنه، بعدش کار نمیکنه. شما میبینین که یک آدمی کلی حافظه نداره با چی مشکل روبرو است. فرض به این بگیرین شما از خانه میبرامدین پیش سودا، یک دفعه در وسط رو از یادتان میرفت. من کجا میرفتم، پیش چی میرفتم، از او بدتر من کی هستم، خانه کجاست، کجا برم. اوضاع خراب میشه. از برکت حافظه است که ما به می امکاناتی که امروز بشر است رسیدیم. و حتی در دنیا امروز شما میفهمین موفقیت با حافظه رابطه بسیار تنگاتنگ داره. هر جای از شما امتحان گرفته میشه دیگه، امتحان کی پاس کرده میتونه، کی نمره خوب میگیره که حافظه خوب داشته باشه. در مکتب نمره خوب میبری، در کنکور نمره خوب میبری، در پانتون نمره خوب میبری، بر شغل کارم که است امتحان میگیرن تو موضوع خوب یاد داری. بنان حافظه خوب مساوی با موفقیت در دنیای امروزه. و با این بس دوستا اگر این عملی کنن میتونن یک حافظه استثنایی داشته باشن و بسیار پیشرفت کنن. من مثلا برای شاگردای ما مثال میتونم، من کل مضامین کنکور درس میتونم. برای بسیار مردم تجربه آورم است. من ریاضی درس میتونم مکمل، فیزیک درس میتونم، کیمیا را درس میتونم، بیولوژی را درس میتونم، هندسه را، مثلثات، احصاء احتمالات، دری و پشتو و همگیشه. ولی هیچ وقت شاگردا در دست من کاغذ نیده که من از روی کاغذ یک چیزی را درس بتونم برشون. تمامش در ذهنم است درس میدم. چی است که امیر اوشاره به کار گرفتیم و این بسیار میتونه کمک کننده باشه. بنابراین ایزا اگه میخواین حافظی خوب داشته باشد، گرچه خطوط اول یک فکایی گفتی مثل هم یک کسی گفت خدا 2 تا چیز بسیار خوب برم داده، یک حافظی بس، دومیش هم از یادم رفت. علی گفته تو بله تو کم داسې وګران اوریدونکو چې کوم ډاکټر ته البته د
روان ډاکټر یعنی د کوم روانشناس ډاکټر مریض ته ورته چې ماته د حافظې لپاره دوا راکړه رویره مستقیم مرا بگو خلاص دکتر صاحب جمشید رسالت تنها میتونستی بگوی دکتر اینی که تفصیل میتی خیلی دیگه مرا برای دوستان سال میتی خلاصات سیده دستی بیاخر از جوانده مثال مقصد ما امتحان خدا دادیم سیده نو ډاکټر صاحب رساته څوک ورغلی ورته چې ماته د حافظې دپاره دوا راکړه هغې ورته دوا ورکړې دا چې کله په دې لار روان و هغه شاګرد چې نمرې خلکو ته توضیح کوي بس هغې ورپسې چغې ویل ډاکټر صاحب استاد ډاکټر صاحب آخر دې مخ اړه څه خبره ده ورور واخله بیک تیر شوی یم خپله حافظه یې داسې خلکو ته د حافظې دوا ورکوي ولی تو مایه مباهات استی بر ما که در این سنی حافظه چطور تو کار میکنه بس تو مردم ها مایه نخوانه میان که رای خانه را گم میکنه خدا برینه والله آفرین دشه ډېر فنې په دې دومره غټ عمر کې په دومره زیات عمر کې څومره مضمونونه درس ورکوي آفرین دشه یعنی نور خلق په دې عمر چې ستا دي که نه اوس بیخي افسرګان په لاس کې هر روز در ماینه‌خانه 4-5 نفر پرسان میکنه میگه این نسیم چند ساله است میگم این مرا بین از من که زیاد کلانه میفهمن که من چرا سر سنساز دیگه هم نیزنم ولی بر ما آفرینه من الگوی مسیح در زندگی اگر ما دستنی تو به این مشخصات مانده بکنیم آفرین اما بیاین که حافظه رو تعریف کنیم که کدام مذاق دیگه نکنیم حافظه عبارت است مثلا وقتی ما در تعریف در حافظه واخلو بله حافظه عبارت از توانایی یادگیری یادداری و یادآوری مطالب و رویدادهای فرا گرفته شده است 3 تا موضوع را گرفتم گفتیم یادگیری و نگهداری حفظش و دوباره یادآوریش و معمولا کسایی که از حافظه شکایت میکنه یکی 3 مرحله خراب است یا یاد نتونسته بگیره یا نگهداری نتونسته یا 2 تا را داره دوباره به یاد آورده نمیتونه بعضی شما دیدین یک چیزی از پیش پرسان میشه در وقت نمیفهمه یک روز بعد یادش میاد در امتحان نمیفهمه بیرون امتحان به یادش میاد چون دمو درست موضوع طبقه بندی نشده وقتی که کار داره نیست باز وقتی کار نداره سر نان خوردن است این گپ خودت بود و خاطری که در یادآوری مشکل داره و همونطور که من پیشتر گفتم حافظه یک نیروی پیوند دهنده ما به اندیشه و ادراکات ماست اگر حافظه وجود نمی داشت هوشیاری ما به لحظات زندگی ما تجزیه می شد اونمو لحظه یک گپی بود بعدش که گذشت و موضوع هم گذشته و این حافظه یک تسلسل تاریخی به وجود آورد بین انسان امروز و انسان دیروز و این تسلسل حفظ میکنه بین انسان امروز و انسان آینده و این مایه پیشرفت میشه گفته میشه که حافظه 3 مرحله داره و هر کدام از این مراحل مشکل داشته باشه حافظه با مشکل مواجه میشه اولین مرحله رمزگردانی است یعنی به خاطر سپردن موضوعات که در حقیقت توسط کودها صورت میگیره این مرحله اول است دوم ذخیره کردن موضوعات است که ما این موضوعات در ذهن خود نگاه میکنیم و ذخیره میکنیم و سومش همون بازیابی است که دوباره ما رقم کامپیوتر سرچینگ میکنیم میپالیم همون موضوع را پیدا میکنیم و میگیم یکی از تشبیهات شما ببینید موضوعات جالب 2500 سال پیش از امروز من به می خاطر میگم نسیم جان ما در قسمت علوم انسانی پیشرفت نکردیم انشتین میگه یکی از دلایل بدبختی بشر امروزی است که علوم طبیعی زیاد رشد کرد اما علوم انسانی رشد نکرد ماشینالات پیشرفت زیاد شد اما ظرفیت انسان زیاد نشد د ماشینو استعمال اول د پاره ظرفیت پیدا نشد و این ناهماهنگی میبینین که چقدر مشکل به وجود آورده شما مثلا ترامپ سخنرانیش هم میبینین که کل از زورگویی از خودخواهی از بدماشی است که شما فکر میکنین که انسان دیگه چقدر میتونه بدبخت شد و در مقابل ایران میبینی که باید چه قبوج نشان بده و در چی تنگنا باید قرار داشته باشه اما تو شما دیگه در مجموع در اون سطح کلان ببینین و تا سطح خرد شما که روزمره بدبختی ها رو در بین مردم میبینین به می خاطر من یک مثال میگم اگه امروز شما ادیسون انشتین فارادی را
کسایی که سر علوم طبیعی کار کرده زنده کنین 10 سال 20 سال دیگه خودشان باید درس بخوانن. اینقدر پیشرفت صورت گرفته. مثلا اقلیدیس اصول هندسه را بنیانگذاری کرد. اگه امروز اقلیدیس زنده شوه 20 سال باید بره صنفای هندسه رو تعقیب کنه. اینقدر هندسه پیشرفت کرده. اگه فارادی که در مورد برق گپ زده امروز زنده شوه اینقدر برق پیشرفت کرده که باید 30 سال دیگه در مورد از اطلاعات بخوانه. جمع کنه. حتی در مورد خود انشتین میگن فکایی جور کردن انشتین زنده میشه. نه میبینه که یک تفلک کمتر کار میکنه. میگه چی گلو چی است؟ میگه کاک انشتین نمیفهمی کامپیوتر است. اینو تو کار میشه. اینو تو کار میشه. از دوران کاک نسیمشان است. این گیم زده میشه. انشتین بیچاره میره خودکشی میکنه. میگه در دنیایی که من به اندازه یک کودک نفهمم جای زندگی کردن ندارم. یعنی این قیب پیشرفت کرده. اما علوم انسانی چی؟ اگه افلاطون ارسطو رو بیارین که 2500 سال پیش از امروز بوده هنوزم بر ما شما چیزایی بر گفتن داره. از جمله یک تشبیه افلاطون که بر حافظه سمیره میگم. ولی خیلی میمونیم بر روز بعد. ګران اوریدونکو د حافظې په